سلام دوستا، امروز ما سیستم انبارداری را در اکسل میخوانیم که کالاهای وارد شده، خارج شده و تعداد که در انبار ما باقی مانده را به ما نشان بده. حالا میریم سراغ آموزش. در قسمت استاک ان سه خانه را انتخاب میکنیم. دیت، آیتم نیم، اینجا نام کالا هاست، نشته میکنیم و ان کوانتیتی و مقدارش کالا که ما در گدام وارد میکنیم. استاک اوت، مقدار کالایی که خارج میشه از گدام. کپی میکنیم، اینجا پست میکنیم و این تبدیل میکنیم به اوت کوانتیتی. در قسمت دو خانه رو مرج میکنیم. اینجا استاک بالانس است. خیلی خوب، آیتم نیم و بالانس کوانتیتی، مقدار بالانس به ما نشان بده که به چه اندازه کالا در گدام ما باقی مانده. حالا بر تعداد شما خواسته باشین سیل انتخاب میکنین، ما به مقدار باردر میتیم برش، درشت میکنیم، یک رنگ هم برش میتیم. حالا مثلا ما تعداد از این اجناس ما میخوایم خریداری کنیم، این در گدام ما باشه، مثل لپتاپ، دسکتاپ و هیتر، مثلا تلویزیون و فن پکه، اینا رو کیبل، اینا رو ما در انبار خود میخوایم داشته باشیم. چیزی که ما خریداری میکنیم استاک این است. در این قسمت برای ما باید نشان بده، در این قسمت بیایه. حالا ما اینجا برایش یک لیست جور میکنیم به شکل منیو برای ما نشان بده. چند سیل اضافه تر انتخاب میکنیم، شاید بعدا بخوایم چیزهای زیادتر ما اینجا اضافه کنیم که در گدام ما باشه. دراب داون ما درست جور شده. یک کپی میکنیم، در قسمت اوت در قسمت هم دراب داون منیو جور میکنیم. پیست اسپیشال والیدیشن اوکی میکنیم. حالا درست شده، دراب داون منیو جور شده. حالا تعداد جنس فکر کنین ما میخریم، این داخل گدام خود میاریم. دوستان ما روش کار بر شما میگم، شما میتونین دیزاین های مختلف برشان بتین. این قسمت استاک اوت یعنی کالایی که ما به فروش میرسانیم از گدام ما خارج میشه. حالا باید مقدار باقی مانده رو در این قسمت به ما نشان بده. ما از فرمول سم اف استفاده میکنیم، رنج انتخاب میکنیم، F4 میزنیم، فریز شوه کامه. یک قسمت آیتم نامش انتخاب میکنیم، باز کامه، قسمت سمه از اینجا انتخاب میکنیم، F4 فشار میتیم تا فریز شوه. منفی استاک اوت میکنیم تا که بالانس برای ما نشان بده که چی مقدار جنس در گدام ما باقی مانده. خب اجناس آیتم نیم اینا رو انتخاب میکنیم، ناحیه رنج کامه، بله باز کامه، کوانتیتی F4 فشار میتیم تا فریز شوه. بله دوستا، 30 تا ما وارد کردیم، 5 تاش فروخته شده و 25 تا بر ما باقی مانده. ای را به کل به همگیش اپلای میکنیم. دوستا اگه از ویدیوی ما خوشتون آمد حتما چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک و کامنت هم یادتان نروه. حالا لپتاپ هم فکر کنم ما 6 تا لپتاپ فروختیم به اندازه 20 تا لپتاپ، 19 تا لپتاپ بر ما باقی مانده.